سلام، در کنار یکی از پروژه های شرکت پارسیک واقع در گیلاوند استان تهران هستیم. کنار مهندس تاجیک، کارفرما و سازنده پروژه. دو تا 250 متر مساحت ویلامونه. یعنی تقریبا حدود 2000 متر مربع 2000 متر مربع از پوشش پلیمری الیافتار پارسیک قراره که اجرا بشه. دقیقاً. در حال اجراست این پوشش پلیمری. خواستم ببینم که جناب مهندس این پوشش پلیمری از لحاظ هزینه به صرفه تر بوده برای شما توی این پروژه؟ ببینید برای این نما چون ما باید الیاف اضافه کنیم و به اصطلاح آب بند کنیم، حالا این محصول گویا همه این ویژگی‌ها رو داره. به لحاظ هزینه‌ای توی بحث دیوارها که می‌خوایم نماشو بزنیم تقریباً دو سه مورد رو حذف می‌کنه. یکی خب سیمان زیرشه که قرار آستر بزنیم و اینکه حالا اگر از کوری بکشیم ما مستقیم اینو داریم استفاده میکنیم و این به صرفه است به لحاظ هزینه. شبیه گچکاریه، سرعت هم میبره بالاتر چون سیمان کاری داستان خودشو داره دیگه، باید دورایی کشیده بشه دوباره خوش بشه و اینها و این همون کارو توی چند مرحله رو یک جا انجام میده. در کل از این محصول شرکت پارسیک و خدماتشون راضی هستی؟ به بقیه پیشنهاد میکنی؟ دقیقاً من پیشنهاد میکنم چون مجموعه‌ای که ما داریم باهاش کار میکنیم یه مجموعه حرفه‌ای هستن و محصولات متنوعی رو استفاده کردن. ما سرآخر رسیدیم به این محصول. بله. بسیار خوب. خیلی ممنونم، لطف کردید. متشکرم.